جیشنکر وزیر خارجه هند در اظهارات اخیر خود گفته است که افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری با شرایط سخت روبروست و باید به مشکل‌های این کشور به گونه جدی رسیدگی شود. آقای شنکر همچنان دیدار اخیرش را با امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان یک دیدار ارزشمند و مثبت توصیف کرد. او افزود روابط هند و افغانستان ریشه‌دار و قدیمی است و هند در زمینه‌های گوناگون برای توسعه افغانستان از جمله در بخش مواد غذایی و صحی با کابل همکاری خواهد کرد. Look, I just want to say this. We have, as you know better than me, centuries of relationship with Afghanistan. ما از قرنها پیش با افغانستان رابطه داشته ایم. این روابط بسیار اجتماعی است. حکومت ها و رژیم ها می آیند و می روند، اما لازم است برخی چالش ها حل شود، زیرا افغانستان از وضعیت بسیار دشوار عبور می کند. ما در زمینه های گوناگون با افغانستان همکاری خواهیم کرد، چنانچه من با همتای خود صحبت های خوب و مثبت داشتم. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته است که افغانستان با هند روابط دیرینه و عمیق دارد و کابل و دهلی نو همواره نیازمند گفتگوها برای گسترش روابط تجاری، اقتصادی و دیگر موضوعات مهم مشترک میان دو کشور هستند. افغانستان و هندوستان رابط دیرینه و عمیقی داشته و همچنان دو کشور مشترکاتی داشته و از لحاظ تجارتی و رفت آمد نیازمندی های زیادی وجود داره. ما اهمیت میدیم به روابط خود با هندوستان و انشالله که دو کشور از این ناحیه مستفید خواهد شدن، به خصوص مردم افغانستان که هم در بخش‌های تجارتی و هم در بخش‌های صحت و هم در بخش‌های مختلف دیگر رفت آمدهای به هندوستان نیاز دارند. باورها این است که امارت اسلامی در 4 سال گذشته تلاش کردند تا روابط با هند را که در دهه‌های گذشته بازیگر مهم در افغانستان بوده، نه تنها در سطح بشردوستانه بلکه در سطح دیپلماتیک و تجاری گسترش دهند. سفر تاریخی امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی به هند در 9 اکتبر 2025 به هدف گسترش روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی میان کابل و دهلی نو انجام شد. متقی با مقام‌های عالی رتبه هند از جمله وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد تا زمینه‌های همکاری را بررسی کند. سفر آقای متقی نشان دهنده تمرکز امارت اسلامی بر دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای تنوع بخشی به شریکان تجاری و مسیرهای تجارت فرامرزی به ویژه در شرایط تنش با پاکستان است. هند همیشه در وقت بسیار بعد اینو به دست افغانستان میگیرن و میاین، در حالی که پاکستان با اونی 4 سنده که ما در مقابلشان داریم همیشه خرابی میکنن. من فکر میکنم که با پاکستان باید یک به صورت تدابی باید مذاکره صورت بگیره، به صورت تدابی حل شود و در صورتی که پاکستان تمامی بنادر خود و تجارت خود سیاسی نسازه و به اساس یک حرکت سیاسی حرکات اقتصادی را بندش نده، پاکستان بر ما خوب است. بندر گوادور و بندر کراچی بسیار بر ما خوب است، مانند که بندر چابهار ایران خوب هستند. ولی هندم هیچگاه نمیشه که ما هند از صحنه سیاست بیرون بریم. دهلی علیرغم عدم بر رسمیت شناختن رسمی حکومت امارت اسلامی تصمیم گرفت تعامل خود را با کابل افزایش دهد و حتی اعلام کرد سفارت خود در کابل را بازگشایی می‌کند. این اقدام ها پس از تنش‌ها میان امارت اسلامی با رژیم نظامی پاکستان و تغییر معادلات قدرت در جنوب آسیا رخ داد. موضوعی که هند نیز با نگاه به منافع خود رویکرد جدیدی در تعامل با امارت اسلامی اتخاذ کرده است.